سلام، اینجا کانال یوتیوب تهران الان هستش. به کانال یوتیوب من خوش آمدید. تحلیل‌های سمی و از جای جای صفحات مجازی آوردم یوتیوب چون شما خواستین. قبل از هر چیزی سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ما رو گم نکنید. ما تازه هم دیگه رو پیدا کردیم. خیلی دوستتون دارم. گفتم بعد از مدت‌ها که نبودم اینجا اخبار رو از سر بگیریم و ببینیم کدوم اتفاقات در راه هستش. 11 فروردین 1404 هستش. اخبار مختلفی پیرامونمون داره میچرخه. یعنی یک لحظه شما غافل بشی انگار یه سال غافل بودی. ظاهراً مسئله مذاکره با ایران فکر نمی کنم به جاهای خوبی برسه، ثمربخش باشه بین ایران و آمریکا. چرا؟ چون که اسرائیلیا میگن باید مسئله هسته‌ایش به کل حذف بشه، نابود بشه و فکر میکنم یه طرف دیگه مذاکره کننده ها، اونا که دنبال مذاکره هستن، گیر سپیچ با آمریکا میدن. این عربای خلیج، حوزه خلیج فارس هستن، چون میدونن چه در انتظارشون هستش. اونا هم دنبال اینن تو مذاکره قدرت موشکی ایران به مشکل بخوره، حذف بشه و فکر نمی کنم طرف ایرانی بپذیره. عربا یه بازی دو سرباخت رو دارن جلو میبرن، حاضرن پول بدن، تحریما برداشته شه، پول دو دستی هم بدن، ولی ایران نگاه چپی بهشون نداشته باشه و به آمریکا باج بدن. به جای این کارا باید هوای همسایه خودت ایران رو باید داشته باشی. آمریکا اونور دنیاست و ترامپ داره بازارگرمی میکنه. این ترامپ با هر ترامپی دیدید فرق میکنه. رو حرف کسی که میاد کانادا رو تهدید میکنه، مکزیکو تهدید میکنه، از پاناما میگه، دوباره به اوکراین میگه معادن تو ندی، اتفاقات خیلی بدی در انتظارت هستش. یعنی اوکراین، سرنوشت اوکراین رو خیلی باید درس کنن از این بابت که اوکراین هم اراضی داره به روسیه میده، هم یه طرف معادنش رو آمریکا میخواد. عربا هم همچین چیزی ممکنه در انتظارشون باشه و خاورمیانه پیشرفته فکر میکنم به درد آمریکایی‌ها نمیخوره. رو حرفای ترامپ الان نمیشه حساب کرده. امروز بیاد بگه مذاکره میکنیم فلان، دیگه رسما داره وقت میخره، زمان میخره. دیروز بود که طرف ایرانی گفتش اون پایگاهت هست سمت دریای هند، کجاست؟ گفت حواست به اونم باشه، دور از دسترس ما نیستش. به شدت آمادگیشو بالا برده ایران در مرزهای آبی جنوبی و تمام مرزهای کشور آمادگی کامل داره. بعد یه سری مهره های حالا اسرائیلی هم دست و پا میزنن، سعی بر شلوغ کردن مرزهای جنوب شرق دارن، سعی بر جار و جنجال ایجاد کردن در خاک کشورمون دارن، به بهانه‌های مختلف تظاهرات جور کردن. ولی همون حرفی که رهبر ایران امروز تو عید فطر زد، گفت خود مردم جلوی هر نوع فتنه‌ای رو خواهند گرفت. دیگه دست اینا رو شده، چه جنایتکارایی هستن، اتفاقاتی که برای سوریه افتاد. فکر نمی کنم به سمت مذاکره بریم. یه طرف هم گفتم بهتون، هم اسرائیل میذاره مذاکره‌ای بشه، هم روسیه الان یه کوچولو شکراب شده با آمریکا. ترامپ گفته عصبانی هستم از دست روسیه ولی مجددا صحبت خواهیم کرد. اروپایی‌ها آماده باشه کامل هستن. یه سری پکیجا برای جنگ‌های هسته‌ای، آمادگی برای جنگ جهانی سوم بین مردمشون پخش کردن. میگن مطالعه کنید، بدونید چی کار میکنید، سورپرایز نشید. دارن واسه جنگ خیلی بزرگتری آماده میشن. و از طرفی هم اومدن اروپایی‌ها، خود فرانسه اشتباه نکنم 2 میلیارد یورو کمک کرد به زلنسکی دیگه الان دوباره بلبل زبونیشو داره میکنه و میگه که من فکر میکنم کمک‌های آمریکا به عنوان کمک بوده، نه اینکه وام و قرض بوده باشه. سعی میکنن جنگو تو اوکراین ادامه بدن. اروپایی‌ها دارن اتحاد خودشون رو شکل میدن، در مقابل روسیه قرار بگیرن. پس
به نفع روسیه نیست ایران بره تو آرامش و مذاکره و یه اتفاقی رقم میزنن ایران به مذاکره نرسه، هم روسا هم اسرائیلیا به نفعشونه که ایران هیچ مذاکره‌ای نکنه. و چیزی هم که شاهدش هستیم، اومده سامانه پاتریوتو فرستاده سمت پایگاه بحرین، بکنم پایگاه عیسی باشه، اونا هم دارن آماده میشن. از طرفی هم یه بازی دیگه ای هستش، خود آمریکا هم یه آمادگی داره انجام میده که احیانا اگر سمت چین درگیری شد اونجا پرقدرت خودشون نشون بده. این سمتو بیشتر محول میکنه به خود اسرائیل و حالا اگه چیزی در چنته درگیری ها بیشتر بشه، عربا پاشون باز بشه به این ماجرا، چیزی داشته باشن سرگرم میشن، ولی دوست داره اون رو بیشتر حل کنه. با اروپایی ها زیاد کاری نداره. مجددا گرینلند هم تهدید کرد، گفت شده با حملات نظامی گرینلند هم ما باید صاحب بشیم. مردم گرینلند هم علیهش تظاهرات کردن. فکر نمی‌کنم این سیاستی که داره جلو میبره کار به جایی برسه و طلا هم دوباره رکورد زد امروز. همه چی خبر از یه جنگ بزرگو داره میده. تهدید کرد دیروز یا مذاکره کن یا بمباران سنگین میکنیم شما رو. حالا به نظر بنده اگر مذاکره هم کنه بازم حمله نظامی داریم سمت خودمون، اگه نکنه هم بازم داریم. پس چه بهتر تکلیفمون حداقل با خودمون روشن بشه. بعدش نمیاد یه ذره عربا درگیر بشن که بتونه بعدها باج‌های سنگین‌تری ازشون بگیره و اگر تخریب بشه حالا جایگاه‌های نفتیشون، چه مال ایران باشه چه مال اونا، در آینده میتونه بازارگرمی کنه، قیمت نفت و وسط شهرها و کشورهایی که مخروبه هستن ارزونتر ازشون بخره. پس تصور این که داریم به سمت مذاکره میریم، چه روسیه چه ایران، یه ذره دور از واقعیت هستش. جولانی هم دیروز دولت تشکیل داد ولی صحبتی از کردها نکرد اونجا. کردها هم یه نامه واسش دادن، اعتراض کردن. تا زمانی که جولانی با کردها مشکل داره تو منطقه، یعنی داره در زمین اردوغان بازی میکنه. اردوغان هم واقعا پایه های حکومتش بسیار سسته. اگه الان متوجه بشیم حکومت اردوغان سقوط کرده تعجب نکنی، چون هیچ کاری مثبتی برای نگه داشتن حکومت خودش انجام نداده و گفتم که اینا رو باهاتون در میون بذارم. اینجا ما بحثای سیاسی نظامی خاورمیانه جهانو بدون پرده با هم در میون میذاریم. میتونید پایین این پست نظرتون رو بذارید و آغاز راهی باشه که اخبار رو بهتر دقیقتر در کنار هم، جدا از سیاستمداران، ما مردم با هم تحلیل کنیم و ببینیم چه در انتظارمون هستش. نظر دادن آزاد هستش، هر کس هر تفکری داره این پایین بنویسه. اینجا دکترای سیاست که نیستیم که نظر بدید گپ بزنیم دور هم. یه کانالی باشه، فعلا نه تبلیغات داریم هیچی نداریم، فعلا خودمونیم و شما. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. اخباری چیزی باشه میذارم، حتی به صورت ویدیوهای کوتاه و شورت. پس همراه من باشید، بریم جلو ببینیم چه اتفاقاتی در انتظاره. یا